بخیر بچه‌ها، خوش اومدین به یه ویدیو دیگه. همینطوری که می‌دونید کارهای نصف خونه اونجا مونده انجام بدیم. ما اومدیم اینجا رو شروع بکنیم. چرا؟ چون که داره کم کم میریم تو زمستون و باران‌ها زیاد میشه و اتفاق داره بیشتر سقف خونه خراب بشه. ما شروع کردیم به تعمیر کردن. اینجا بهتون نشون بدم تمام کاشی‌ها کشیده شده پایین و آسیبایی که روی سقف خودتون دارید می‌بینید کجا بیشتر آسیب دیده. که اینا رو مثل خونه دیگه قشنگ آسیب‌ها رو درست می‌کنیم و دوباره از این ایزوگان بهش میگن چی میگن می‌ذاریم و شروع می‌کنیم به تمیز کردن و چیندن که قبلی که دوباره زمستون بشه یا باران دیگه شدید بشه اینجا تعمیر بشه. و این ویدیو هم تخصص داره واسه این، یعنی تخصص یعنی ربط داره به این خونه و اون خونه. امیدوارم تا آخر ویدیو رو ببینید. یادتون نره ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب کنید تا ما این ویدیو واسهتون ویدیو بیشتر بزنیم. بریم ویدیو رو با هم ببینیم. من که سر کار بودم با بچه‌ها نرسیدیم اینجا رو. بابا امید تمام این کاشیای سقف آوردن پایین. اینا بهش میگن کاشی بهش میگن، نمیدونم چی بهش میگن دیگه. این آوردن پایین و این آسیبیا رو که اینجا قشنگ خودتون داره با چشاتون میبینید و خاصه اون ته که داغون شده اونجا بیشتر آسیب دیده که بریم اونور بیشتر بهتون نشون بدم. هم از اون ایزوگام هایی که بوده روش آب نفوذ کرده، یه جاش سوراخ بشه آب نفوذ میکنه کل چوبو خراب میکنه. این برام که پایین شده میبینید فقط ایزوگام ها مونده روشون. و بچه‌ها من خیلی وقت نرسیدم اصلا چمنای این برا نزدم به خدا، چون انقدر سرم شلوغ بود، سفر بودم، اومدم کار سنگین شد و اصلا نرسیدم یکم به خونه برسم. همونجوری گفتم چون خسته شده بودیم یه مدت پاوز گرفتیم، استاپ کرده بودیم و دوباره شروع کردیم به انجام دادنش. و این کل کاشی‌ها رو شاید دوباره از اینا استفاده کنیم، روهاشو تمیز بکنیم. یه لاک مخصوص داره میزنیم که دیگه آشغال روش گیر نکنه. درختای دور خونه رو باید بزنیم که دوباره روشون پولناش همون یه چیز گردا هستن جمع میشه، اونا دوباره آسیب نزنه بهشون. و اینجا نگاه اصلا انقدر چیزه که نمیشه رفت، میترسم تو پام از این چیزا نچسب بچه‌ها که خونو میخوره. و اینجا بیشترین آسیب دیده. بذار اینو بیشتر بهتون توضیح بدم. بذار من با چمن‌ها رو اول بزنم چون دور برم خالی بشه که خیلی کارم راحت‌تر بشه. بچه‌ها جمعید و بابا این چیزی داره اینا سنگا رو صاف میکنن اونجا رو که وقتی که کارم تموم شد سریع بچیم چون هوا هفته دیگه هوا خراب میشه. بعد من گفتم با اون نزن خسته میکنی، بذار من برم برد اصلی میگم با اون برقی میزنین زود میگذره. جمعید باید ماسک بزنی ها. بابا جونم اونجا خسته است که اینجا هم دیگه فردا شنبه یک شنبه میشه شروع کنیم اینجا تختاشو بذاریم، ایزوگامش هم بزنیم اگه بارون اومد دیگه ترس یا چیز نباشه. ولی قبلش باید این درخت‌ها رو چپه کنیم. بچا با امتی اومدیم مسابقات ماشینا چون هوا خرابه، ماشینا خیلی کم میاده. چی عمو چی میگن برو کشیدن ماشینا، ولی انقدر نفر انزا نیومدن داخل دیگه. ولی ما اومدیم یه امتری آسکلمون کنه. او چی زد آجی، گوشام کر شد به خدا. اومدیم یه چکر بزنیم، یه تست بزنیم ببینیم چجوریه، بعد بریم پروژه خونه رو ادامه بدیم. گفتم اینو اضافه بکنم. همین مردا پارک کرده ما رو نگاه کردن، ما این چجوری کچ پارک کردیم. و اینجا بچه‌ها ما اومدیم یه چند تا عکس بگیریم. با علی اومد از اون عکس بگیره. اینجا اومدیم ماشینا رو پارک کنیم یه جای عکس و چند جای دیگه هم می‌خوایم بریم. خیلیاتون کامنت می‌ذارید ویدیو خونه چی شد چرا نمیده. بچه‌ها ما همونطوری که می‌بینید چون 7 ماه پشت سر هم کار کردیم یه جور خسته شده بودیم و داریم خیلی یواش یواش کار می‌کنیم و این ماه بهتون گفته بودم یولی کلا استراحت می‌کنیم و کم کم ویدیو خونه می‌ذاریم. ولی خب از ماه دیگه دوباره شروع می‌کنیم و پروژه‌های سنگین‌تر خونه شروع‌تر میشه. حاجمتی هم اومده طبق معمول ماشینش اینجا پارک کرده دیگه. بریم برای عکاسی. نگاه کن. چسی ببین چند تا عکس خفن بگیریم. استایل زدیم دیگه در شان خودمون واسه اینستاگرام این چیزا عکس درست کنیم. اینجا اینم دوربین آجلیه. چند مگاپیکسل آجی؟ 12 با لنز چند میاد روش؟ سوال خوبیه. آره. بریم بچه‌ها نتیجه چجوری در میاد. میخواد عکاسی کنه داخل استکهلم آجلی هستش. آره لینک اینستاگرامش بچه‌ها این پایین میذارم. عکاسی نوین دیگه. آجی تیم سن داره استایل زده من. یا از اینجا تا اینجا بگیری. آره اینستاگرامش بخواد عکس. ساعت‌ها؟ این تنه. نیم تنه برو. وای چجوری جست می‌گیریم وای. از بس نگرفتی نمی‌دونی چجوری گیری. بدون این عکس چجوری در اومد. یکم سایه‌اش بکنم. روی آب این از این آب استفاده شده، از این آب کفیه. بچه‌ها الان با این لباس عکس گرفتیم، باید بریم لباس‌ها عوض کنیم، لباسای جدید بپوشیم و عکسای جدیدتری بگیریم. یعنی با یه تیشرت و شلوار نباشه، متفاوت‌تر باشه عکس‌ها. بچه‌ها الان لباسا رو عوض کردیم، داریم میریم روی آب، یه جای خفن پیدا کنیم، یه عکسای مختلف هم اونجا بگیریم. اینم از این قسمت جایی که میریم عکس میگیریم.
بچه اومدیم توی یه منظره خیلی خفن وسط شهر. اینجا قراره چند تا عکس بگیریم. سلطانا رو اینجا پارک کردیم. 2 تا سلطان پایسم وسطش تسلا اومده خراب کرده کل این چیز مارکوی ما، ولی نه سلطانا رو و داریم جکس ها رو تایید میکنیم. بچه این توی یه درخواستی هایی داره از عکاس که توی جی تی آی هم قفله عکسه. بله میگم یه دونه رفتم داخل ماشین عکس گرفت، یه دونه پیاده میشم عکس بگیره. کجا اینیم چجوری در من. بچه شانس ما امروز بارونه، ولی خب بارون هم خوشگل کرده. آره آجی اینم خوبه. بذار بچه کاملش واسه میذارم کیفیت بالا باشه. اینجا منظره بعدی بود واسه عکس گرفتنمون که داره اکثر بچه‌ها چک میکنن ماشینا رو ببین کجا پارک کرده. این قسمت آجی اینا رو هم رو بفرست. حال کردی آجی میتی؟ آره قشنگ بود. نشون بده. کوینا نشون بده چه عکسی گرفتی. باید زوم کنم. آره این آخر بچه خودشون میبینن چجوری گرفتیم. بچه‌ها یه چمدون لباس آوردم میخوام عکس 1 سالو بگیرم. امتی بعد شروعش در میاره. بابا مردم 2-3 تا میگیره بعد ایدای بعدی میاد در آینده. بچه‌ها مجبوری هر 5 دقیقه باید نگاه بکنید که این چیزا میادش جریمه میکنه ماشینا رو. ما نخریدیم پارکینگ، گفتیم می‌خوایم بریم یه سری. لوکیشن بعدی بچه‌ها ببین کجا اومدیم دیگه. نزدیکای میشه گفت شهر. این لوکیشن الان یه پوزیشن اینجا باید با ماشینا بگیریم. چه حالی میده با این ماشین به اینجا توی منطقه. الان اومدم روی پشتمون پلاستیک پهن کنیم چون که بارون اومده بود. ما دیروز پهن کرده بودیم ولی خب یکم باز جابجا کرد. اونجایی که خراب شده است با چی بابا؟ نه به میخواد دارم وصلش میکنم. اینجا خوش میخ داره. دارم اینا رو به هم گره میزنم این چیزاشو. بابا میگه میخوزم، میگه من اینا رو به هم اینی چیزاشو وصل میکنم اینا رو. بچه‌ها اومدم بلتما این تصفیه کننده آب فیلتراشون هم اینجاست. درباره فیلتراشون یه چیزایی هستش که بعداً بهتون توضیح میدم که مثلا آبو تصفیه میکنه بتونیم بخوریم، بوشو میگیره، کثیفی رو میگیره، باکتریا رو میگیره. این قسمت پمپیشه که به این استیل قرار میگیره. این فیلترهای مختلفی که روش میگیره مثلا نشون میده چجوری هستش. من با پرسنالشون صحبت کردم با اینجا یه دونه مثلا از باتندارا میگفت اینو بگیر با اینو بگیر، هم آبو تصفیه میکنه هم میتونی بخوری بدون هیچ مشکلی و استرس یه دونه از اینا میخوام بردارم که قیمتش 189 کرونه، شیشه خالیشه و یه دونه فیلتر میگم 89 کرونه که همچین فیلتری میگیرم که همه اینا داخلش هست و کل باکتریا رو میگیره. خب میخوام اینجا بهتون توضیح بدم. این فیلتری که گرفتم بچه‌ها خیلی کاراییه که انجام میده. بس من اینجا رو بگم که اینجا رو گرفتم کسایی که زبونا رو متوجه میشن بفهمن. اینجا نوشته فیلترش هم بور از بین میبره، هم مزه رو از بین میبره و کثیفی‌ها رو از بین میبره و هر چیزی که داخل آب وجود داشته باشه رو از بین میبره. یعنی یه فیلتری هستش که قابل استفاده کردن واسه چاهاییه. بچه‌ها اینو خیلی دقت بکن. این واسه چاهایی هستش که مثلا دور بر 50 یا 40 متر به پایین زمین کنده شده میتونی استفاده کنی. شما از چاهایی که مثلا 2 متر 3 متر یا 5 متر 10 متر کنده شده نمیتونی این استفاده بکنی. اون دیگه یه فیلترهای خیلی مخصوص داره که باعث بشه خیلی از باکتریا و چیزهای دیگر از بین میبره، چون که هر چقدر شما زمین رو بیشتر کنده میکنید آب تمیزتر و فیلتر شده میشه، خود زمین تصفیه میکنه. این فقط بو رو میگیره و خیلی چیزای کوچیک‌تر، باکتریای کوچیک یا مثلا مزه و چیزهای دیگر از بین میبره، یا حتی مثلا رنگ آب رو تغییر میده. رنگ آب مثلا زردینار میشه تبدیل میکنه یکم سفید. آب ما سفیده چون 70 متر کنده شده و حتی آب ما الان قابل خوردن هم هستش، ولی خب فیلترینگ میذاریم چون که میترسیم اتفاق واسه کبدمون یا کلیه‌مون اینام نیفته، چون یکم ترس همیشه وجود داره و این فقط به خاطر همینه که ما میگیریم که بتونیم از آب خونه رو بتونیم بنوشیم. خب الان خونه رسیدم. منظور من بچه از برق داخلی اینجا بود. این برقا اینجا رو من اصلا کابل نکشیدم و حتی برقای جلوی در خونه رو هم وصل نکردم، حتی در رنگ نزدم و حتی اون فیوز باکس رو باید اینجا رو دیوار بذارم اون نذاشتم و برقایی که آشپزخونه است وصل نکردم اینجا. اینجا چیزا رو کاشی‌ها ندارم. برق اینجا رو اینطوری درست کردم. سیلیکون اینجا رو نزدم. سیلیکون اینجا رو نزدم و اینجا رو هم باید کاشیاشو بگم چون دستکاش خریدم برش بزنم. خیلی کار عقب مونده دارم. برق اینا اصلا نکشیدم اینجا. باید اینجا یه دونه برق برم اینجا بذارم که اینا بهش وصل بشه. یه دونه لامپ قرار بود اینجا بذارم، بعد گفتم اینجا میکروفیلمت خراب میشه، چی میگم، همین هواکشه خراب میشه، یه جایی لامپو بگیرم چون من لامپم واسش خریدم، نمیدونم اینجا یه جایی گذاشتم. تو اینو هیرو بیری امتی عوض ماهی کرده، میخواد برامون ماهی درست بکنه. من عوض کردم یا تو؟ حالا ما که نکردیم. و خلاصه بچه خیلی کارهای عقب مونده. امشب تا جایی که بتونم باید ویدیو بگیرم. همونطوری هم که میدونی سقف خونه ما بابا رو آوردیم پایین
چون هوا به شدت خرابه و هی بارون میباره بارونی یا شرجی؟ بارونیه و هوا رو میبینید چه باد خیلی بدی میاد و میگه چرا ویدیو نمیذاریم. بچه همینطوری که میدونید توی یه ویدیوی قبلتر گفتم ما تو ماه یولی خیلی کمتر کار میکنیم و میخوایم تفریح کنیم لذت ببریم و به خاطر همون ویدیومون خیلی کمتر میشه. شاید ما توی این ماه 2 تا ویدیو گذاشته باشیم با اینکه میاد 2 تا میشه ویدیو یا 3 تا با ویدیو مکانیکی چون استراحت میکنیم، ولی از ماه بعدی آگوستی دیگه شروع میشه. پروژه این خونه هستش، برنامه بیرون هست درباره چنل جدید. آره همین الان میگم بذار الان مغزم میپره یادم میره. بعد خونه اونجا هستش، بعد باید بسازیم 4 تانکر پایین درست بکنم، گاراژ پایین درست کنم، خیلی زمان زیادی میبره. این چقدر باد شدیدیه که این درخته رو کنده از افتاده رو زمین دیگه. بعد تا بچا باورت میشه چمنای بیرون رو نزدم دیگه. خودتون درکم بکنید دیگه چقدر وضع خرابه. من بابا و امید اومدن چمنای اینجا رو زدن. چمنای این پشت سر رو من بزنم تا الان نرسیدم بزنم. خیلی بچا سرمون شلوغه به شدت. کار و 7 ماه 8 ماه کامل این خونه کار کردیم، خیلی خستمون کرده. میزنی اصلا حال میکنی ولی توش میشین لذت میبری. باید برم پردم بخرم و خیلی چیزای دیگه هم باید بخرم. خیلی پروژه زیاده و من جوری نمیخوام بکنم که بزن بروی درست بکنم. تا اینجاش داریم خوب پیش میریم، از بچم یواش یواش میریم بیرون. من تا جایی که بتونم واسهتون ویدیو میگیرم و خلاصه میذارم. شاید به 20 دقیقه یا نیم ساعت نرسه، شاید به 15 دقیقه یا 10 دقیقه برسه، ولی بازم واسهتون آپلود میکنم و میذارم. بچه‌ها این خستگی رو با ماهی میگیریم الان. اولین کاری که باید بکنم برقای اونجا رو بس بکنم، اونجا رو شروع بکنم. یک دومشم باید اینو بس بکنم اینجا واسه برق اینو. بچه‌ها اینو شراسی من زدم آماده است واسه مثلا لباسشویی و خشک کن. این باید اینجا بس بشه. یک اینجا که داشتی دیگه هیچ چیزی نمونده، همه چیزام پرفکت و آماده است و هیچ چیز دیگه نمونده. قرار شد من اینجا 2 تا لامپ دیگه هم وصل بکنم که نور بیشتر بشه، ولی خب اینو میذارم یکم بعدن‌تر چون اونجاش هم نگاه علامت گذاریم، یه دونه اونجا یه دونه اونجا که نور خیلی بیشتری واسمون بده. همین خوبی که دشتی آماده است، آب داریم، خودش کل پیشرفت واسمون. من برام زیاد حرف نزنم چون خیلی خسته کنم میشه. برام شروع کنم به برق‌کشی اینجا. و بابام قربونش برم اومده اینجا رو تمیز کرده که گفته دیگه اینجا جلو دستپام نباشه، آتشخاله یکم جمع جور کرده که شروع کنیم بعدش اینجا رو که منتظریم فقط هوا خوب بشه. خیلی کارا اینجا مونده بچه‌ها، سقفو می‌بینی و باید خیلی تعمیرات دیگه اینجا انجام بشه. خیلیاتون گفتی اول خونه خودت آماده کن بعد اینجا رو شروع کن. نمیشه بچه‌ها، باید از یه جایی شروع بکنم. اگه اینجا رو دست نزنم چند وقت دیگه بارون شدید بشه یا حتی سریع سرد بشه دیگه هیچ حوصله کار کردن نداره. باید همین الان شروع بکنه. و خونه من مثلا چیزای فقط داخلیشه، بیرونی زیاد کار خاصی نداره به جز بالکن و چیزای دیگه، ولی خب اونم زود پیش میره، استرسی نیستش. من اومدم دنبال دیلر پیدا نمی‌کنم. فکر کنم همون بره. آره اون انجام شدنی هستش، ولی خب مهمترین چیز واسه ما این بالای سقف خونه است که اینجا خراب بشه. از نه که ما همین خونه رو هم که ساختیم اول دیدید بالاشو ساختیم بعد رفتیم سراغ چیز داخلی، چون موقع از بالا خیالم راحت بود بارون نمیاد برف نمیاد روم چخ کنه. الان مثلا ما بریم داخلی شروع بکنیم ولی میبینی بیرونیش همون داستان، هیچ فرق نکرده و حال نمیده. ما از بیرون شروع میکنیم ساختن، داخلش دیگه گرمه، فوقش یخ بشه بخاری میذاریم، ریلکس کار میکنیم، بتونه کاری میکنیم، رنگ میزنیم، هیچ ترسی نداریم. ولی مثلا وقتی داخل درست کنیم بالا تموم نشده باشه اصلا حال نمیده. میگم میشه از بالا شروع. بعد خیلیاتون نشین چرا اینو نمیریسی دوباره بسه. بچا واقعا حاصلش نیستش. من خیلی به این حرفتون فکر گفتم اگه اینو خراب کنم میساختم، ولی اون موقع حساب میکردم باید بیشتر هزینه میکردم و اون موقع خیلی فشار روم میومد. حاجی هم که داره اینو باز میکنه میخواد از اون بالا بچسبونه که اون سیمه که این بر لامپ وصله. من الان به برق اونجا زدم، بکشیم ببریم اونجا سوراخ کنیم، بعد اونجا سوراخ کنیم، لامپا رو وصل کنیم، بیاریم پایین اونجا که از اونجا خاموش بشه برق آشپزخونه. در رو ببین چقدر کثیفه. اینم باید این هفته منتظرم آفتابی بشه در رو بکشم بیارم بیرون، سنباته کاری کنم، رنگ بزنم، اینم داخلش رنگ میتونم که از این حالت کثیف چرکی در بیاد. اصلا دلم بد میشه دست میزنم بهش. اونجا لامپ کشیشم کردم، سیم کشیرم تا اونجا انجام دادم. الان تنها کاری که باید انجام بدم اینه که آماده کنم کلید اینجا، ولی به فیوز باکس نمیتونم وصلش بکنم چون اینو قرار فردا انجام بدم. قرار کل برقا رو قطع بکنم که برم زیر خونه، زیر زمین، برق زیر زمین وصل کنم که آبگرمکن شروع کنه به فعال شدن و برق اون برو وصل بکنم چون ما الان واسه برق پمپ آب از اینجا داریم میگیم، یعنی سیم کشی شده از اینجا تا اینجا. و یه دفعه کلا برقا رو قطع میکنم، کل کارا رو انجام میدم، روشن‌ترم از فردا هوا خوب آفتابیه و راحت میتونم برم بیرون، کارهای بیرونی رو سیم کشی رو منظورم انجام بدم و اینطوری دیگه استرس ندارم. و واسه امروز کافیه. همین بچه‌ها زدم به خود 1.5 ساعت زمان برد، چون کار بخش شوخی نیست و باید خیلی تمرکز بالایی داشته باشی. و بریم تا فردا برگردیم و فردا کل کارا رو انجام میدم و ویدیو رو به پایان میرسونم، سریع آپلود میکنم چون خیلیاتون شاکین تو کامنت واسه من نوشتین
آدم ویدیو رو آپلود کن حتی بعضی تو اینستاگرام و تیک تاک واسه پیام گذاشت کی ویدیو رو میذاری، بعضی مثلا فوش میدن چرا اینقدر دیر ویدیو میذاریم. تلاش هم میکنم سریعتر بذارم. بچا جت اسکی رو مجابجا کردیم با این ماشین آوردیمش، خیلی سخت بود ولی به زور آوردیمش بالا و خوب جاده آب خورده دیگه، لیز نخورد و راحت ماشین تا بالا اومدش و اینم اینجا آوردیم دیگه خیالمون راحته. این جاده رو بچا قراره صافش بکنیم که سنگ بندازیم، سنگ فرش. بچا همچین اومدم خونه خوابم بردش و اومدم گفتم با من یارم کار عقب مونده دارم، چون قرار شد سیلیکون آشپزخونه رو بزنم، کاشیا رو انجام بدم، خیلی کار عقب مونده و حداقل این سیلیکون رو بزنم و کاشیا بزنم، چون امروز سر کار انقدر خسته شده بودیم که نگم برات، چون کارم فشرده بود و ای داشتیم کار میکردیم، بعد من خونه خستم بودم ولی خب گفتم نمیشه باید این کار حتما انجام بدم، برقشی رو حداقل اینجا آشپزخونه باید انجام بدم و برام شروع کنم واسه نصب کاشیا سیلیکون بزنم و دور اینا رو باید داخل اینا رو باید سیلیکون بزنم، اون تقا رو بزنم و حتی جای آشپزخونه رو. اینا واسه پایین رفت، پایین ای بابا اینجا رفت. من خط کشی کاشی رو واسه اون گوشه کشیدم و با این سنگ که خریدم باید برام ببرمش ببینم میشه یا نه. اصلا واقعا سنگ درستی خریدم بچا، با تقریبا 20 ثانیه هم نشد تریش شدم. برم نصب بکنم اگه اوکی بود بیام ادامهش برم. واقعا دمش گرم، عجب چیزی بود و مارک بوش واقعا عالیه. ببین بچا چجوری گذاشتم، بعد این چنگالا رو گذاشتم که اینا رو پایین اینجا رو بعدن سیلیکون پر کنم و خوشگل بشه، یه سیلیکون رنگ سیاه میشینه اونجا روش. گرد خاکی تولید کردم، بریم اینم دومیشم بریده شد، بریم اینم نصب کنیم. کلا کاشکاری اینجا تموم شد بچا. تنها الان کاری که باید انجام بدم باید به حدود نیم ساعت 40 وایسم اینا خوش بشه. این سوپ لیمه بچا، یه لیم خیلی قویه که واسه یه کاشیا به کار میره. من فکر کنم واسه آشپزخونه دیوال گجه، پس فقط یه چیز باشه کاشیا رو محکم بگیره. که خوش شد شروع میکنم به اینجا رو سیلیکون سیاه واسه اینجا خریدم که رنگش نپره و اینو تنظیم میکنم حتی اینجا رو پر میکنم آب نفوذ نکنه چوب خراب نشه. دقیقاً سیاه همینطوری دور تا دور اینو میرم، ما بین اینا رو هم دوست دارم سیاه برم. نظر شما چیه، سفید برم یا سیاه؟ بس از امتی هم یه سوال بپرسم. امتی اینجا لامپ اینجا که بود برداشتمش که شروع کنم به سیلیکون کاری. این نور رو وصل کردم که راحت بتونم سیلیکون رو بزنم. اول از دور اینجا شروع میکنم، بعد با لای درزا اینجا امتی گفت سیاه بزن و اینجا رو سیاه میزنم، یه چیز ناب قشنگ در میاد. بریم شروع کنیم واسه سیلیکون زدم. یه اشتباهی که من اینجا رو با بین اینا یه دونه چسب اینجا یه چسب اینجا بزنم بعد سیلیکون میزنم، وگرنه اینطوری کثیف کاری میشه. و الان منتظرم خوش بشه، با تیغ بردارم و دوباره این کار انجام بدم و فکر نمی‌کنم الان خوشه، 2-3 ساعت طول میکشه. ولی خب دیگه گفتم اینجا رو ویدیو رو به پایان برسونم، چون بیشتر از این خیلی طولانی تر میشه. قراره تو ویدیوهای بعدی خیلی کارهای دیگه انجام بدیم، ساختمون خونه دیگه شروع میشه، نصب پمپ و کلا زمین با تمیز کاری بشه و سیلیکون آشپزخونه بخوره، برقکشی آشپزخونه کلا تمام بشه. خیلی 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 پروژه طولانی داریم بچه‌ها و از این بعد دیگه ویدیوهای جدیدتری و با کیفیت‌تر و پشت سر هم‌تر دیگه می‌بینید، چون دیگه وقت خستگیمون هم تموم شده، خستگیمون هم رفتیم و باز دوباره با کل انرژی شروع کنیم واسه ساخت ویدیوهای جدیدتر خونه که خیلی طرفدارشین و خیلی دوست دارین. امیدوارم از این ویدیو خوش اومده باشه. اگه از ویدیو خوش اومد حتما لایک کنید، کامنت بذارید، نظراتتون تو کامنت‌ها بنویسید. تمام کامنت‌ها رو می‌خونیم، کامنت‌های مثبت و کامنت‌های منفی به هیچ عنوان نمی‌خونیم. و امیدوارم از این ویدیو خوش اومد باشه و تو ویدیوی بعد. خدا نگهدار.